یکم بیشتر راجع به قالب اس‌ام‌اس هایی که ارسال میشه و اس‌ام‌اس هایی که دریافت میشه از سمت ارنجر صحبت کنیم. اول اینکه سرشماره ما هست 9034 97. این سرشماره ما هست و کلا پیامک هایی که دریافت میکنید توی ابزارتون حتما چک کنید که از این سرشماره باشه و پیامک هایی هم که میخواین ارسال کنید حتما به همین سرشماره ارسال کنید. این از نکته اول. یک نکته دیگه راجع به پیامک هایی که از سمت ابزار میخواین ارسال کنید. یک قالب مشخص ما داریم برای این پیامک ها که باید حتما اون رو رعایت کنید. پیامک هایی که میخواین ارسال کنید حتما با CC شروع بشه. CC 2 نقطه و بعد دیتایی که حالا میخواین ارسال کنید. دیتاتون میتونه 41 آن باشه، میتونه 2 صفر باشه، حالا هر چیزی که خودتون طراحی کردید. ولی این قسمت CC 2 نقطه باید حتما اول پیامتون باشه. حالا این متن همین مستقیما ارسال میشه به آنالیزر شما، یعنی چیزی که شما توی آنالیزر دریافت میکنید CC 2 نقطه و ادامه حالا هر چیزی که قرار دادین هست. اینم از نکته‌ای که باید حتما رعایتش کنید.